شخصی سوار یک اتوبوس پر از مسافر میشه. هوای داخل اتوبوس به طرز عجیبی گرم و عجیبتر این که مسافرین اعتراضی به این گرمای هوا نداشتن. اون شخص تردید داره که به راننده بگه بخاری رو خاموش کنه یا نه، چون ممکنه بعضی از مسافرین اعتراض بکنن. هرچی میگذشت هوا گرمتر میشد و تحمل گرمای هوا سختتر میشد، آزاردهنده تر میشد. بالاخره دلو به دریا میزنه و از راننده میخواد که بخاری رو خاموش کنه. راننده هم میپذیره، بخاری رو خاموش میکنه و اندکی تهویه اتوبوس رو باز میکنه. یه هوای مطبوعی وارد اتوبوس میشه. یکی از مسافرین یه نفس عمیقی میکشه و میگه آخش چه هوایی. از اون انتهای اتوبوس یکی میگه خدا پدرتو بیامرزه. داشتیم بخارپز میشدیم. و چند نفر هم با لبخند حرفشو تایید. به نظر شما چرا هیچ کدوم از مسافرین به اون وضع موجود، به اون گرمای شدید اعتراض نداشتن؟ بعضی ها حوصله یا جرأت اعتراض نداشتن، با وضع موجود کنار اومده بودن. بعضی هم عادت کرده بودن، مثل خیلی از ماها که تو مسیر زندگی خودمون به معایب و اشکالات محیط و خودمون عادت کردیم. دچار یک بیماری مزمن و خطرناک شدیم که علاوه بر اتلاف عمرمون، لذت یک زندگی مفید و شادتر رو ازمون گرفته. حالا شما بگید اسم اون بیماری مزمن چی هست؟